که در پیدا رسید، ولی به هر حال پیامی که اونجا خوندیم در مراسم خیلی به نظر من تکان دهنده بود. دوست داری یه بخشی از اون چیزی که اونجا به زبان انگلیسی گفتی به فارسی بگی برای مردم ایران؟ بله خب همش حقیقت بود. سختی این که همونطوری که عوض کردم قلبشو در بردم، رمیکسشو در بردم، خواستم خفش بکنم نمیشه، چون که ارگانا رو عوض بکنی خود آدم عوض نمیشه، خود داستانی که پشت زمین عوض نمیشه. شما توی قبل از اینکه پدر رو به روایت همراهش بودین در اون روزهای آخر قبل از اینکه کلی اتفاق بیفته بله شد. هیچ نشانه‌ای بود از اینکه جونش در خطره؟ هیچ چیزی بود که فکر کنی یه جوری علامت هشداری باشه اون روزا؟ خب بیرون از آمریکا، خب خطر توی خود آمریکا اومده بود، جمهوری اسلامی هر جای دنیا باشه، خب یک کسی مثل پدرم که صداش انقدر بلند بود یا بشدید یا نشدید، خب خطرش هست. این سال با پدر صحبت هم کرد، تونسته بودین اصلا هیچ وقت صحبت کنین تلفنی؟ بله صحبت کرده بودین؟ بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که دادخواهی شما به ثمر برسه. امیدوارم که جانیانی که این بلا رو سر پدرتون آوردن روزی در چنگال عدالت گرفتار بشن، هم برای خودت هم برای غزالی عزیز که سالها تلاش کردیم همکان این جنگ رو ادامه داریم میدین. آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون. در مراسم بزرگداشت جمشید شارمرد در کنار پیکر رو هستیم، در محلی که در برلین تدارک دیدن برای خانواده‌مون. در پایان مراسم هستیم.